از پای دنیای دون به حقی به معنا ساعتی عمر را گذرانیدگی ها آشکار میکند. ان الله فان لله سطوه و نقمات فمن خشی سطواته و نقماته فلیبدو جراحاته فلیداوی جراحاته حتی یتوب من ذنوبه. هی کسانی که از سطوت قهاری خدا غافله، یکی ناگهان همینجا عزرائیل رایی که نه جون تا بگیره، اون مگزینت بمونه، لینچه ها در همونجا بمونن، از همینجا مرده خاک را به خونت ببرن. نمیترسی مگر؟ این اندیشه نداری؟ خیال میکنی که جان در اختیاری تو های؟ خیال میکنی که تو قادری به جانت؟ خیال میکنی عزرائیل بیایه تو جان را داده نمیتوانی؟ باید ای مسلمان اندیشه کن. اهل بازار برای فلیداوی جراحات، این دیل یاره که او روز جراحت است، این جراحتون همینجا دارو کنه، همینجا جنت بخره، جنت همینجا الله میفروشه، کسی بیلت جنت بگیره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا میخره مومنا را، جان مومنا را، مال مومنا که در راه خدا صرف شود در برابر ای الله مومنای جان فداره برای اینا جنت تیار کرده است. ایرا باید اندیشه داشته باشن. میگوین شوقناکم فلم تشتاقو، شما را ای جنت و نعمت حور عین بسیار تشویق کردیم، هیچ در دلتون محبت پیدا نشد. امو دکان دیدی، امو چیزی حقیر امو ناپس دیدی، ای اونجا معلوم شد که ایمانی کامل نداری. والله با این خبر دل دو قدر مستحکم نیست. چلا مسلمانی عالیم برای میگه شوقناکم و خوفناکم فلم تخافو، شما را ترساندیم از عذاب جهنم در برابر معصیت زلالات، در برابر بینمازی ها و گمراهی ها، در برابر دروغگویی ها و فریبگری ها. دوزخ الله معیا کرده است. شما عالم دلای سنگ مرمر زنگ زدگی نترسیدید، اکنون چرا شما را من مهلت دادم؟ خدا میفرماید فلولا رجال خشع و صبیان رزع و بهائم رتع و شیوخ رکع لصب علیکم العذاب صبا. اگر دعای مردان شب زنده‌دار نباشد، آدم‌های کودکانی بی پدر یتیم گریه آنها را من نظر نکنم در رحمت من اگر نباشند، البته بدانید که مردان اهل علم و دیانت نباشد در میان شما، عذاب مثل باران و بالای شما ای بی توفیقای بی نماز میریزانند. لیکن اینا هستند که من رحم میکنم. خداوند بفرماید اینا هستند که من رحم میکنم. برای همین میگویم وقتی در یک مسلمانان در یک جا جمع میشوند، مذاکره علم میشود، در مسجد تفسیر قرآن میشود، یک کسی برای خدا نآمده است، کنی بر بارو کرسم نمگه بار بعضی آدمlar kelib jum'adan ba'zi bir gap aytyapti. همینطوری گپ آدما میگه که وقتی که میاد میبیند دلش اینس میگیره. ملائکه ها همه را نامنویس بکنند برای ثواب، خبر برند در مجلس علم و ذکر. ملائکه ها میگفتند پروردگارا اینایی فلانی ها همه طهارت کردند برای ثواب عبادت آمدن، نه که انو اشمدبای تاشمدبای فلان فلان بر کورین دیب تماشا اومده بودن. الله تبارک و تعالی میفرموده است، رحمت شب ببین، هو جلیسهم، او همو گناهگارم باشه همنشین همونا بود. اگه در بین نیکان نشست و شرافت نیکان او بدانش هم بخشیده. انا با شرافت نیکان